من مادرم رو نیافته بودم گور نکنید مادر 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 من نو شما رو یافته بودم مادر من کجا میروید مادر مادر مادرم رو گور نکنید مادرم رو از من نگیرید امک نکنید التماس مادر از مادرم رو گور نکنید او رو زیر خاک نکنید زیر خاک نکنید مادرم رو گور نکنید مادر مادر اپا سلیم جان مادرم رفتن مادر اساس نکنید دیگر نکنید الحمدلله رب العالمین مادر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مادر آخر همه چیز خوب میشد آخر بی بد جدا نمیشده ما رو ترک نمیکرده چقدر رفتید مادر نرم مادر از ما راضی شوید مادر من از شما راضی هستم مادر شما از ما راضی شوید مادر از من راضی شوید مرا ببخشید مادر مرا ببخشید مرا ببخشید مادر مادر نرم مرا ببخشید مادر مرا ببخشید مرا ببخشید مادر 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 جان مادر جان مادر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة خدا رحمت کنه جویش جانت سلامت باشید خدا با شما صبر دید سلامت باشید سلامت باشید. در خانه شما کودک ها هستند دشوار می شود برای همین در اینجا کرده. تشکر خاله بد تو تشکر. خاله من می روم وگرنه سلیم خاطر می شود. مایلش جونکم شما هیچ از جایتان نخیزید.
با شما صبری جمیل رحمت کند. آمین. کم نشوید. سلامت باشید. یگان کمبودی داره دخترم؟ نه امک جان سلامت باشید. دادارت چی؟ نه این طور باشه. شب خوش. سلامت باشید. شب خوش. آقای چینگیز در خانه شما دعا نمیخونند؟ میخونند. چی شده است؟ رفته دعا کن و ثواب گیر. شراب نوشیده میشینی؟ بیعقل، من از خرسندی می نوشم. روید، با من مشغول نشوید. روید. یعنی از غم می نوشیده است. پلید. مبارک شود. مبارک شود. لابای فوت. الهی من از خرابگاه پلیس خبر گرفتی؟ از رقیب خبری نیست. تنیر باشد بینشان است. در جستجوست. رفت یک نامی را داده بود. جنیر با او صحبت کرده باشند. پلیس در خانه‌اش نیافته است. انتظارند که به قرارگاه آید. اما اگر یگان نویگری شود خبر ده. رمزی جان، برای چی آمده است؟ من جیغ زدم. گفتم یگون چیز خورد. آخر چند روز است که از سبب جنازه پریشان شده است. گلسم کجاست؟ به خانه دوگانه‌اش رفت. آخر او هم دلگیر شده است. من هم دلگیر شدم. من به کجا روم؟ گرسنه نیستی رمزی جان؟ یگون چیز بیارم میخوری؟ نمیخورم. رفت، در اینجا چی کار میکنی؟ هیچ. شما چی؟ هیچ کار نه. تو گلسم را میجویی؟ نه. چرا این خیل میگویید؟ همین طور. من میخوام یک کاری ثواب کنم. چی ها میگویید؟ روی راست گپ زنید. با رفیق جنیر کمی پیش از اینجا آغوش کنان به مانند لیلی و مجنون گذشتند. رفت، این کار خوب نیست. اگر اکای رمزی شنود خوب نمیشود. خوب، به کدام طرف رفتند؟ به همین طرف رفتند. ای رفت، باز مرا بوزی نکنی، نفروشی. رفت،
عزیزم باوری داری که اکم نمیآید؟ نه نمیآید. امشب در خانه رفیق دیگرش خوب میکند. بسیار خوب. جانم چی شد؟ تینجی است؟ جانم اگر تو نمی بودی در اینجا یک دقیقه هم نمی ایستادم. در حقیقت؟ دروغ گویم دو چشمم کور شود. جنر گونش پلیس اگر مرا ببرند تو در اینجا ایستو و از من خاطر نشو. آخیر سر بر میگردم. تو رو برای چی میبرند؟ چی شد فهمان آخیر؟ یک مسئله پیشینه نمیدانم. جنر گونش جنر گونش جنر گونش تو هستی؟ منم اکا. با ما با قرارگاه پلیس میروی. تو در اینجا چیکار میکنی شرمنده؟ در اینجا چی میجویی؟ تو چی کار داری؟ با تو چی؟ مرا سرده؟ من زبانی تو رو کنده میگیرم. گوشم راه کرد به خونه. مرا سرده گفتم. اپا ترسیدم. در براتون خوب کنم؟ برای چی ترسیدی یکتایم؟ از چی ترسیدی؟ آخیر ترسیدم. پیشتر مادرمون بودن و من نمی ترسیدم. حالا باشد مادرمون نیستد. از یگان چیز نترس. بیا. از یگان چیز نترس. و چه خیل مادرم نیستند. حالا چشمانت رو بپوش. مادرم رو در کجا دیدن میخواستی؟ و چه خیل دیدن میخواستی؟ فکری همین رو بکن. خیال کن. ترسیدی پسری زیبایم؟ از نبودنی شما ترسیدم مادر. نترسید. من دای مادر برای شما هستم. هر گاهی که چشمانتان رو پوشیدید و مرا به یاد آوردید در براتون می شوم. شبهای در روز مثلا وقتی که شبانه ستاره درخشان رو دیدید
بدانید که اون منم و شما را نگاه دارم، یا اینکه در ابرها هستم. بعضا در صدای آب می شوم و یا در موجهای بحر، شاید در قنات پرنده باشم. دانید که مادران هیچ وقت فرزندانشان را ترک نمی کنند. اکنون من باید روم. مادر مادر ما هم با شما می رویم. نه، شما باید بسیار چیزها را ببینید. حالا آینه دار می شوید و صاحب فرزندان می گردید. Bugün varlığına alışmışken yokluğunla üşüyor benliğim. Her daim yanımda kal, bitmesin sana gülümseyişim. Bir oyun içinde savrulup gitmişiz. Belki gerçekler içinde oyuncak olmuşuz. Bu bekleyişlerim, haykırışlarım olmuş fark etmeden. İncitirim diye korkarım, öyle sakin durgun ben. Yüzündeki tebessümü bulduğumda kapılırım benliğine. Sarı sarpa yüreğimin derinliğinde bir tek sen gör beni, duy beni, gör beni. Sen duy beni, gör beni, duy beni, gör beni. Sen duy beni. راه گرد گفتم قبل نزن.
ҳозир ба хона медароӣ ва дигар ба берун ҳатто бинiyatро ҳам намебарорӣ. бо он саг бад гап мезанам. худогӯ ки ӯро зиндонӣ кунанд. баъд навбати ту ҳам мерасад. охир ман чикор кардам ки ин қадар асабӣ мешавӣ? аз ин зиёд боз чикор мекунӣ беҳаё? агар падарам фаҳмад пойҳоятро мешиканад. дарун даро. модар дарро кушоед. модар дарро кушоед. чӣ шуд? агар боре берун барояд бад мебинед модар. чӣ шуд мегӯям? аз худаш пурсед. худаш гӯяд ки чӣ кор кардааст. ки ақли туро бурдааст? دوست می‌دارم گفتم نمی‌فهمی. دوست می‌دارم بینید گپش رو بینید. تو کی به او عاشق شدی ها؟ تو دیروز در حسرتی علی قریب خود رو می‌آویختی کو؟ چخل علی گفته دهانم رو نخورونید. پروای علی پلی رو ندارم. من جانی رو دوست می‌دارم. خدایا دیوانه میشم. یعنی به همون گدا عاشق شدی؟ بس است. او رو دوست می‌دارم. نمی‌فهمید. دوست می‌دارم و جانیر برای ما توی می‌کند. اولاد شده خوشبخت می‌شویم. فهمیدی؟ بله توی می‌کند. آخر شکم خودش را سیر کردن نمی‌تواند. گرسنه میمونی دختر. حالا می‌بینید که من خیلی خوشبخت می‌شوم. شما دویمو در برش می‌ایستید؟ بله خانم اینجی. با همکارم با نوبت می‌ایستیم. به این هم جناب اکرم زود صحت می‌شوند. بسیار خوب. دلم تسکین یافت. شنیدی اکرم جان؟ خاطری تو هم جمع شود. این دشواری رو دست به دست گرفته پسی سر کردیم. اما ما رو سخت ترساندی اکرم. اما ترس به اجل مانع نخواهد شد. همین خیر نیست؟ مایلش شما برایید. من اینجا کمی می‌ایستم. خوب شده است. از سبب بیماری هم به خبرگیری مهمان ها می آیم و برای همین به ایستادن اجازت می دیم. لیکن خواهش می کنم که به چشمم ننما. رفته خرسندی کن. بیچاره دخترک پس از پدرش مادرش را هم از دست داد. شاید آرام شده باشی. رو عید کن. امیدوارم به این هم ما رو گناهگار نمی حسابی. ما؟ حالا تو تنیر ما شدید. بیرون برا که حالا قی می کنم. حالا من پدری عطیف سینان شنال هستم. اگر ممکن باشد با او صحبت کنم. همین خیل اینطور باشد چه خیل میکنیم؟ خانم اینجی مرحمت. ببخشید. بیا تو هم بیا. بگیر همه‌تون بگیرید. آفرین. خانم ترکانتینجی است؟ همسایه جان، یک انسانی نزدیکمون وفات کرد و حالا من به کودک‌ها شیرینی میدهم تا که ثوابش به او رسد. خدا جایش رو جنت کند خانم ترکان. آمین. تشکر. خیر مایلش تو بازدید. نازلی. بیبی جان؟ نازلی جانم، از کجا پیدا شدی؟ چی کار میکنی؟ این نپرس دخترم، بهتر میفهمونم جانم. تو مادرت کجاست؟ کی اومده؟ او بر وقت در اومد. چرا بر وقت برگشتید؟ امیدوارم یگان حادثه بد نشد. نه بیبی جان نه. اوه خدا رو شکر. پدرت خبر دارد؟ خواستم که اول به نزد شما بیایم. بسیار خوب دختر جانم، شیرین نکم. بیا با بالا میرویم و آنجا صحبت میکنیم. جا نکنم این رو اینجا میگذارم. اگر رفیقانتون بیاید بگیرن. خیر رفتیم جانم. جنابی فؤاد، همدردی مرا قبول کنید. خانم الوان مزاجتون بوده است. بندگی است جناب قماندان. حالا چیکار میکنیم؟ میخواهم که قاتل الوان هر چیز زودتر پیدا شود. البته ما هم میخواهیم. تنیرتون گم شده است. آدمی او را هم پیدا نکردیم. از جانیر نام جوانی که پرسجو کردیم چیزی به دست نآوردیم. آیا معلوماتی بالستیکی آمد؟ آمد،
اما به هم مانندی ندارند. آن سلاح قبلا استفاده نشده است. برای همین حالا چیزی به دست نآوردیم، اما گفتگو میکنیم. فهمم. اگر یگان معلومات پیدا کنید به من حتما خبر دهید. خوب جنابی فؤاد، بار دیگر همدردی مرا قبول کنید. تشکر. پدر، پسرم، شما خوب هستید؟ خوبم پسرم، از من خاطر نشو. از برای خدا چی خیل خاطر نشوم پدر. آخر من در اینجا، شما باشید در اونجا هستید. به این هم مرگ خانم الوان رو شنیده بسیار غمگین شدم. من هم در حقیقت آن زن حیف شد. پدر، من سببی صدمه شده. چی مصیبت ها رو با خود آوردم پدر. پسرم گوش کن، برای این خودت را غمگین نکن. به خانه‌اش دزد در آمده است و او دزد را تعقیب کرده است. شنیدم پدر، خانه اون زنی بیچاره رو سوزاندنی شدند. به هر خبری که آنجا میشنوی باور نکن. دیگر از دست ما هیچ کاری نمی آید. خدا به سیرای صبری جمیل دهد. با سیرای صحبت میکنید؟ یگان مراتب صحبت کردید؟ چیکار کردید؟ نه، یکشان مراتب زنگ زدم. خواستم پرسم که یگان احتیاج داری، اما با زنگم جواب نداد. گوش کن عطیف جان، خود را بیهوده گناهکار نکن. میدانم خود را مجبور میکنی، خود را عذاب میدی. تو از عذاب وجدان خلاص شوی، ولی تو باید از اونجا صحت و سلامت برای پسرم. فهمیدی؟ حادثه ای که اثر گذراندی بسیار وزنی، بسیار مشکل است. پدر بس است، التماس. گوش کنید پدر، شما البته صحت میشوید. شما باید غمگین نشده به خود بیایید. باید زود صحت شوید. آخر من در اینجا به شما احتیاج دارم و در اینجا به دستگیری شما احتیاج دارم. ولی پسرم گوش کن، از آنجا میبرای احوال تو خوب میشود. تو پسری من هستی. عطیف پدر، از اینجا برایم و با پاخیزم اول رفته تو را خبر میگیرم. پدر جان، حالا بر وقت است. اول صحت شوید. قوتی گرفتید بعد میآیید. باید من و تو روبرو صحبت کنیم. بعضی چیزهای مهمی است که من باید با تو نقل کنم. تو باید از این آگاه باشی پسرم. فهمو پدر، فهمو. شما چه خیلی که خواهید. تو بازدید پسرم. برادر، تو لیکن بسیاری بد گپ زدی. 2 دقیقه التماس میکنم. معلش تیز کن. سیرای تلفن رو در همان فراموش کرده ای. کسی زنگ میزند. ای برداشتم. الو؟ سیرای منم. بارها به تو زنگ زدم، جواب نمیدهی یا اینکه تلفنت رو خاموش کرده ای. با تو به تماس برآمده نتوانستم. سیرای، من بسیار غمگین هستم. آید خانم الوان شنیدم. در حقیقت نمیدونم که چی گویم. تشکر. تو چه حال داری؟ چه خیلی هم میشد. یگان چیز لازم است؟ من برایت یگان کار کرده میتوانم. نه، ما احتیاج نداریم. من باید به کار روم. خیر، تلفن رو خاموش میکنم. خیر شد، اکنون یک طرفی است. آی آی وقتی که در بیمارخانه بودم دادند. گیره رو بس نکردی و برای همین
نخواستم که به تو دادت رو غمگین سازم. این رو به گردنت گذار. از مادرت نشونه. سرای؟ سرای؟ سرای خوب هستی؟ حاضر می برایم اپا. میدانم که از من رنجیده ای، اما باور کن که همش برای نیکی تو بود. بله همین خیلی است. خوش مادرت برای آمدنت چی گفت؟ او بر وقتر آمده بود. همین خیلی؟ به استانبول سراسیمه برگشتن. بابایم خبر داشتن. من پرسیدم. میدانم که یک بوسه نمی کنی، اقلا یک خنده نمی کنی. شیرینک من، میدانم شما سخت غمگینید. من میدانم اپای الوان مرده است. بیبیم گفتن. فرزندانم، شیرینی خوش طعم تیار کردم. حاضر چای دم کرده همراه تناول کنیم. چی فکر داری؟ مایلش حاضر رفته چای دم میکنم. خیریت که تو هستی. جانم، برایت نوشاکی با لیمو و پودینه تیار کنم؟ چی شد اپا؟ هیچ چیز نشده است یک تویم. من کمی خنک خوردم. خاطر نشه. اکنون تو به خانه درو. سرای، این باز از حامله داری نباشد. نه اپا، این خیل نیست. چرا؟ به دکتر نشان دادی؟ شنیدم که حتی پرده ها را نمیکشاده ای. دختر جان این چه احوال؟ بسیار کارهای بد شد پدر، خیلی بد. انا همین است، ضرر مشروبات اسپیرتی. در این بار پیشتر هم صحبت کردیم. تو یگان گناه نداری. هنگامی به احساسات داده شدنت، یعنی در وقت نازک بودنت، تنیری پلید پیدا شد. برای همین خودت را گناهکار نکن. شما نمیفهمید، هیچ چیز رو نمیفهمید. میفهمم، خیلی خوب میفهمم. گوش کن، به تو وعده میدیم من جزای آن سگ را میدهم. ها، فؤاد زن میزند. لبای فؤاد. ایسون کی برگشت؟ نزلی هم آمده است. بله بله آمد. من هم به تو زنگ زده گفتنی بودم. فهمیدم. خواستید که گوید اما بعدا نخواستید. خوش، میخواهم که آید به نزلی یگان موضوع باشد. بر وقتر مرا خبردار کنید. من حاضر می آیم و با ایسون صحبت میکنم. فؤاد می آید. خیر، با عطیف صحبت نکردی؟ دیگر یگان گپی میگفتگی نداریم. ما جدا شدیم، همش تمام است. این هم موضوع کلان است. گویا که کسی تو را مجبور میکرده باشد. زود از او جدا شدی. نخواستم که نسبش را بسیارتر در خود داشته باشم. با بالای این من مادرم را از دست دادم. با او بودن گویا که به خاطر مادرم خیانت است.
خیر نمیسنجی انشالله که حامله‌دار هستی شاید همین تا با عطیف آشتی شوی خدا نگه دارد حمام خالی باشد خالی است خالی را همشیره شنیده است که با عطیف در مدت کوتاه به نزدت می آیم گفته است شاید همه چیز رو نقل می کند این بد است اگر عطیف حقیقت را فهمد باوری دارم که تو را از شرکت دور می کند دور کردن هیچ است اگر عطیف مناسبتمان رو فهمد برایم توف می کند از بحر من می گذارد باز تو با سبب جنایت الوان دستگیر شدی این کار من نیست چرا باور نمی کنی حالا می بینی که یگان چیز نمی شود اگر لازم آید من خودم رفته تسلیم می شوم اما پیش از این کمی کار داریم چی کار؟ این شب همه را از خانه برار و همراه اکرم تنها تو بمان چرا؟ من می آیم خدایا از چیزی که ترس داشتم به سرم آمد ممکن است دست رسانم؟ نه من باید به خود بیایم نمی شود سرای نمی شود این کودک نمی شود سرای سفسطه نگو گوش کن به من وعده ده که این بین هر دوی ما سیر میموند من باید این کار رو حل کنم ای دختر سفسطه نگو تو نباید این خیل کنی من نمیگذارم آخر این به وجدانی است بوسه آخر سلیم خرج مکتب دارد خرج خانه است اجاره پولی خانه من به دانشگاه رفته نمیتوانم یعنی وعده که به مادرم دادم اجرا نمیکنم اینچنین این مصرف ها رو من چه خیلی با کار پیش خدمتی تامین مینمایم به وجدانی گفتی پدرم وفات کردند و بعدا مادرم هم وفات کرد اینچنین تمام وزنی به من بار شده است شکایت نمیکنم میدانم که از عهده‌اش میبرایم باز کودک میشود که فرزند عطیف است این آدم دیگر در حیاتم وجود ندارد نمیشود به من وعده ده التماس بین ما سیر بماند التماس وقتی که اینجا آمدی مگر فکر نزل را نکردی؟ آن شخص تا حال نیست و خطرناک است میدانم اما چی؟ ایستاده نتوانستم الوان او مرده است میدانی بسیار غمگین شدم در حقیقت کاش وقت رو به قفا برگردانیده میشد کاش که میشد اما نمیشود تقدیر این کاری کی بوده است یگان معلومات یگان دلیلی هست نیست غیر از تنیر ناخلاف کیان کرده میتواند یا او یا یکی از سگان او اگر خودت را فکر نکنی هم اقلا فکر دخترت را کن به خود بیا گوش کن فؤاد حق است التماس به خود بیا این طور خوب نیست آیدی تنیر ذره فکر نکن و با عهده ما گذار باور کن آن افلاس حتما جزایش را میگیرد
سمبوسه پختنی بودی تو این وقت چرا انتظار شدی؟ کاش که بجای این شوربا میپختی. این سمبوسه نیست چینگیز، حلوا است، حلوا. برای نیت ثواب به اپام در محله تقسیم میکنیم. چند هفته از که نه دعا و نه ثوابتون با آخر میرسد. این خونه رو به قبر تبدیل دادید. توبه بگو چینگیز. چی ها؟ مگر دروغ است؟ انسان هنگام زنده بودنش باید کاری خوب کند و ثواب گیرد. کرده تو چی فایده دارد؟ دفتر خانم الوان محکم شد. ای زن این رو در سرت جا کن. چینگیز دفشم. دردم برای خودم کفایه است. نمیخوام به تو مشغول شوم. میلش احوالت از این بدتر شود. چه حال داری دوستم؟ سلام اپا چی خیلیت؟ آه ریفت خوبم بیا درو. نه نمیدرویم. این سلیم درباره چی فکر میکند؟ نپرس. باز براه رفتن سر کرده است. نه خندانده و نه به کوچه برآورده میتوانم. البته آسان نیست. من او رو کمی سیر کنانم. ای البته بیا. شاید در محله پایان یک بازی فوتبال تشکیل کنیم ها؟ تو اول سیاد شو جورا جان. من به تو یک سورپریز دارم. چی خیلی یعنی؟ اگر این رو گویم سورپریز نمیشود. التماس کمی درباره‌اش بگویید. به میدان فوتبال میرویم. آخر به بازی چمپیون ها چقدر مانده است؟ آقا در حقیقت میرویم. تو پورا سیاد شو به هر جایی که خواهیم میرویم. از لباس حقیقیشون میگیریم. البته میگیریم. لباس حقیقی میگیریم و حتی لباس حقیقی مهمانان رو میگیریم. جگر رنگ. با من رنگ جگریش معقول نیست. مالش خیلی باشد نمیگیریم. حتی از بازیگران امضا میگیریم. با کو هفتم؟ با کو هفت جنگ تالیسکا. یعنی تو کسی رو که خواهی امضا میکنونی ها؟ میشود؟ میشود. حالا خیلی خورد است. انا در اینجا میبینی؟ خوردکک است. چی خیلی زیباست. این قدر شیرینک است. شما میخواید اسقاط حمل کنید همین طور؟ سرای سرای خانم دکتر از تو میپرسد. بله میخواهم که قطع کنم. قرارتان قطعی است؟ اگر خواهید یک چند روز فکر کنید. نه تولد نمی کنم. این کودک رو نمیخواهم. الو سفده با اینجا بیو. حمل خانم سرای رو اسقاط میکنیم. الو سلام اینجا قرارگاه پلیس است. میخوام که از شما یک چیز رو بپرسم. دیروز جناب جنیر رو برده بودید. آیا با آن شخص امکانی صحبت کردن هست؟ ها یعنی با اون ممکن نیست. اگر من با آنجا بیایم چی؟ اجازت میدهید که بخوریم؟ از شما خواهش میکنم باید او رو ببینم. التجا میکنم. بس است با من ده گفتم. شما چیکار میکنید؟ چرا به مناسبتی من دخالت میکنید؟ خدا خواهد مناسبتت از سرت میماند. دخترم تو دیوانه شدی که حالا که معقول نکردی اما روزت به جنر ماند. معقول کردم که چی شد؟ دیدم که با معقول کرده هایم چه ها کردید. من همراه شما در این خانه کمپیر نمیشوم. با کارهای من دخالت نکنید. دختر به خدا قسم زبانت رو کنده میگیرم. جنر کیست همچون سگ او رو در نزد درم هم نمیبندم. اکاد سخت عصبی است. اگر این گپایت رو شنود تو رو میکشد. بس است. شنود شنیدن گیرد. باز اکم آبوش کوچه شده است. یگان دوست داشته هم ندارد. بلبلک شما باشد بسیار نخورد و به خودتان نگاه کنید. پدرم از دست شما چای هم نمی نوشد. این رو فراموش کردید. ولی من مثل شما نمیشوم. من با جنیر اویله‌دار شده خوشبخت میشوم. من مثل شما خطا نمیکنم. بس است مادر مرا به خودتان مانند نکنید.
این حیاتی من است. ای فوتبالی خوب بود ها؟ بسیار عالی بود. Volkan کنی خونه درو. سلیم بیا اومدم مادر. تو میروی سلیم؟ البته میرود. اگر نرود خدای البانو را میکشد. آخر چکار کنم ای بچه؟ سلیم چرا به فکر فرو رفتی؟ وای مادرها نباید وفات کنند. به فکر من نباید بمیرند. نخود مادر بمیرد، مخصوصا مادری من. بسیار ابلهانه نیست اکای رفت؟ سالهای دراز از همدیگر جدا بودیم و نو همدیگر را یافتیم. حق هستی، بسیار ابلهانه، اما زندگی همین خیل است. آدمانی خوب بر وقت می روند، آدمانی بد باشند دیر زندگی می کنند. پدری من هم آدمی خوب بود ها اکای رفت؟ البته آدمی خوب بود. پدری تو بهترین انسان بود. تو به گپی آدمان اهمیت ندی. پدرت در قبر راحت خواب رود. دل او خیلی صاف بود. شما هم انسانی نیک هستید اکای رفت. خیرت که اکای رفت من هستید. اکنون بیا کمی مشق میکنیم. بیا زن، سختر زن، سختر. سنم چه حال داری؟ هی کارها چه خیل؟ تا به او چی شد؟ نمیدونم. خدایا اینجا بیا، نگریز، دوام میدیم. بزن، سختر بقوتر. سلام دخترم، تینجی است؟ تینجی است مادر. سلام. Hadi kalk, sevincini çıkar. Yine giyin acını, sana biçilen yasla. Tutmadı ki hiçbir mevsimin, ya bir bahar eksik ya fazla. Hadi kalk, sevincini çıkar. Yine giyin acını, sana biçilen yasla. Tutmadı ki hiçbir mevsimin, ya bir bahar eksik ya fazla. Bir ışık yak karanlığa, yalanlara, dolanlara. Bir dönüp bak ardındaki kalanlara, yananlara. Dünya büyük bir yer elban, elbet döner sana bu devran. Saraylara, hanlara kanma. Ahın yerde kalır sanma. Hadi kalk, sevincini çıkar. Yine giyin acını, sana biçilen yasla. Tutmadı ki hiçbir mevsimin, ya bir bahar eksik ya fazla. خوابش برده است. تو هم خواب کن پسری زیبایم. آخر چند روز می شود که خواب نمی کنی. نه مادر، نمیخواهم، خواب را دارم. اوه فواد جان، اوه پسر جانم.
نمیخوری و خواب نمیکنی. آخر این خیل نمیشود. در پیش چشمم خود رو آب و ادا میکنی فؤاد. مادر، من به ایلوان عادت کرده بودم. او را بسیار یاد میکنم. جان و جگرم، پسری زیبایم. اوه جانم. دستش را نگرفته، به چشمانش نگاه نکرده و سخنهای در دل داشتم را نگفته، ایلوان را از دست دادم. تا حال قاتلش را نیافتم. خودم را پیش ارواحش قرضدار حس میکنم. اما او را پیدا خواهم کرد. حالا میبینید پیدا میکنم. از جستجو دست نمیکشم. اکرم، چی شد؟ چی میخوایی؟ مرا ناراحت نکن. خواب میکنم. اکرم، شاید صحبت کنیم یگان چیز دیگر میشده باشد. آیدی چی صحبت میکنیم؟ دیگر موضوع صحبت کردن نیست. من حتی تو را دیدن نمیخواهم. از اینجا گم شو. چرا یک روی میکنی؟ چون که من نمیخواهم این خیل شود. چون که من فکر دارم که یعنی بعد از این بیماری نجات یافتند همه حادثه های بد رو فراموش میکنیم. در حیاتمون صحیفه نو میکشویم. بسیار خوبه. باوری داری که همین خیلی میشود و میخوایی. خوب شده است اینجی جان. این هیچ وقت نمیشود. اکرم، التماس. اینجی این هفته عریضه جدا شوی می نویسم. پگاه باشد با عطیف صحبت میکنم و همش را یک به یک میگویم. دیگر دروغ نیست، سیر نیست. و پسرم یک بار دروغ گفته پشیمان شدم، میدانی؟ نه نباید این خیل کنی. نمیکنم گفتی آخر به عطیف نمیگویم. گفته به من وعده دادی. عطیف رو به این کار آمیخته نمیکنم گفتی. بله، اما وقتی که با آستانه این مرد نزدیک شوی فکر دیگر میشود است. اکرم، التجا میکنم عطیف رو به این کار آمیخته نکن. با من اهمیت نده، اما فکر پسرم رو بکن. فکر حیات و آبروی او رو بکن. اینجی من آیدی پسرم و جای تو هم فکر میکنم. اگر فکری پسرم را میکردی هیچگاه این رسوایی را نمیکردی. اکنون دف شو از اینجا. دف شو از اینجا. مرا آرام بذار. خوب شده است. مادامی که همین خیل است خواهشت اجرا میشود. در اطراف کسی نیست ها؟ رمزی، چی شد؟ برای چی آمدی؟
کبابی دوست داشته‌ات را پختم. از بس که این شام به خانه نآمدی خوراک از گلویم نگذشت. گرم کرده آوردم، در گرمیش بخور. در برش بادرینگ نمکین هم هست. به اینجا گذار. رمزی دیر می‌آیی؟ به تو حسابات دهم. تو زن شده باره به من حسابات دادی که من به تو حسابات دیم. سوزن حسابات ندادم، درست. خطا کردم، اینش هم درست. کاش دستم می شکست و آن پولها را نمی گرفتم. اما اگر این خیل شدنش را می دانستم می گرفتم. آخر هم خطا می کنند رمزی. فراموش نکن که همه خطا می کنند. جانیر یعنی بر اومدی؟ خدا رو شکر، مبارک شود. بله بله، کمی پیش بر آمدم. خیر، حالا در کجایی؟ در محله به خونه می روم. این خیل باشد من برای دیدن تو میایم. بسیار یادت کردم. میشود؟ ای دختر بیامون، حالا نمی شود. چه خیل یعنی؟ برای چی؟ آخر نمیخوام که شبانه به نزد من بیایی. باز یکان معمول نشود. من تو رو میخورم. دوست داشتم غمی من رو میخورد. خیر میلش، پگاه با میخوریم. میشود؟ میلش میشود. هی آرام آرام. قرارت قطعی است. آرام شو، دیگر یگان چاره نداریم. تنه به سرمون بلوی عظیم نخرید. اینجی اکرم خودش ما رو به این کار مجبور کرد. کمی پیش خودت گفتی کو اگر به عطیف نقل کنه چی؟ عطیف منو تو را کفنگدا میکند. من به تو گفتم که همه چیز رو فراموش کنی. به تو گفتم که همه چیز رو فراموش کرده از نو به حیاتمون شروع کنی، لیکن تو راضی نشدی. خودت گناهکاری اکرم. من به تو گفتم این رو تو خواستی.
جناب مدیر جغ میزند. بیا. پدرم اومدند. بیا رفتیم. به اینجا امضا گذارید. ملیس جان. خاله اینجی جان، دلتون گنده نشود. جانم، من چخیل به نبودن اکرم تاب میارم. من چیکار میکنم ملیس؟ من بعد به اکرم چخیل زندگی میکنم. سحر به حجرهش آمدم و نهاریش را با دستانی خودم تیار کرده بودم. آمده پرده ها را کشودم. صبح بخیر گفته نگاه کنم، چشم نمی کشاید. بندگی است، التماس خیل نکنید. چخیل تاب میارم ملیس، چخیل تاب میارم. چخیل به نبودن اکرم تاب میارم. عطیف بیا اینجا بشین. پدرم ناومدند جناب مدیر. عطیف پدرت؟ بله پدرم جناب مدیر. جناب اکرم شنال وفات کرده. همدردیم را قبول کن. جناب مدیر شما چی ها میگوید؟ چی ها میگوید؟ افسوس چنین است. خدا به شما صبر جمیل دهد. برای جنازه به شما اجازت میدم. پگاه ساعتی چند به کار میایی؟ مثل همیشه سحر میآیم. این خیلی باشد همراه هستیم. بسیار خرسند شدم. یک چند روز شد که به کار شروع کردم و تو به من معقول شده ای. تشکر، با من هم معقول شدی. حالا خبری دقیقه آخران را پیشکشی تماشابینان میکنیم. صاحب و رهبری کل هولدینگی شنال اکرم شنال در خانه قندیلش وفات کرده است. سرای؟ با تو چی شد؟ خوب هستی؟ و برای استراحت کردن از خانه‌اش نمیبرآمد. دیروز شبانه از عالم گذشته است. مردی برومند نه با حیات شخصیش بلکه با فعالیت و خیریه‌های کرده‌اش شهرت یافته بود. اینچنین پس از حبس پسرش عطیف شنال که یک کودک را با ماشین زده پس از چند مدت به خواهش خودش تسلیم شده بود، به این مصیبتی فرزندان تاب نآورده جناب اکرم دل گرفتار شده بود. از روی معلوماتی گرفته همان اکرم شنال را پس از 2 روز در قبرستانی کرجه احمد دفن میکنند.
نتیجه بیوپسی هم تازه برآمده است. ما غالب شدیم. تو با اینجا چرا اومدی؟ فواد در همینجاست. پلیس ها هستن. اینجا خیلی خطرناک است. تنیر خاطر نشو. گفتم که ما غالب شدیم. اکنون رفته با پسرت مشغول شو. حالا در تگی بینی امان است. در لحظه موافق تنیر را دستگیر میکنیم. اما سردارم، مکار این آدم را ببین. عمیق چینای رنگی دارد و آن باور میکند. این مسئله امروز حل می شود. خاطر نشو. خدا خواهد. پسر جانم، تنها موندیم. بله مادر جان، پدرمون از ما رفت. پسر جانم، ونسي قلبه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على صدق الله العظيم. لله تعالى الفاتحة. جناب لطیف، اکنون باید رویم. نه التماس کمی بیستد. مادر، به شما بودن بسیار دشوار است مادر. نه به وصال هم دیگر رسیده بودیم. نبودن شما دل مرا زخم دار کرد. هر گاهی که نفس کشم درد میکند و خونشار میشود.
اما خاطر نشوید، من صحت می شوم. چه خیلی که وعده دادم در این حیات با پا راست خواهم ایستاد. برای دادرم و خود حیات زیبا رو مهیا خواهم کرد. سلیم هم خوب است، اما سیمای زیبا، دلی نرم و چشمانتون دائم و در یادمون هست. همیشه در دلمون می ایستید. اگر قاتل شما رو یابند، کسی که نباشد، جزایش رو دهند. آن وقت من نفسی چقور میکشم. اکای فؤاد بسیار کوشش میکند و میدونم که او حل میکند. میدونید که من با او از حد بسیار باور میکنم. شما هم باور میکردید. کاش که زنده میبودید مادر جان. مادر جان، مادر. اکای فؤاد، باید رویم سرای جان. برای همه دشوار است. اکا من آخری هفته آمده بودم. شما این گل ها رو کاریدید. رفتیم که دیر می شود. اکای فؤاد، من از عطیف جدا شدم و این میراث با من چی علاقه دارد؟ این خواهشی ابکت است. خاطر نشد، دیر دمم نمیاد.